تا اینکه همون خانومی که با هم تماس گرفته بودن و قضیه رو برای من شرح داده بودن تماس با من دوباره گرفتن و گفتن که خدا رحمت کرد. گفتم از چه نظر؟ گفت که الان من خبر دارم و 3 نفر مثل تو هستن که این خانوم نامزدشون بوده و 2 نفر دیگه هم غیر از اون بودن که عقدش کردن و خانوم مهریه رو گذاشته بودن اجرا که بعد از گرفتن مهریه جدا بشه. روح انسان بیش از آنچه تصور میکنی میشکند، در آن سوی درد، در آن سوی تاریکی، آن سوی روح. توی رابطه رفتم با ایشون و طبق معمول و مثل سری قبل همه چیز عالی بود. یعنی این یکی از بهترین دوران زندگی که من داشتم با این خانم بود. با اینکه خیلی کم میدیدمشون. یه قضیه‌ای که جالبه براتون بگم از سختگیری پدر و مادر هست که بعضی موقع سختگیریشون باعث میشه که فرزندشون زیرابی بره. مادر ایشون به حدی روی ایشون سختگیر بود که برای کلاس هاشون می اومدن پیادهشون میکردن دم دانشگاه و میشستن داخل ماشین تا ایشون از کلاس برگرده. هر 3 ساعتی که ایشون کلاس داشتن، هر 3 تا سانسی که ایشون کلاس داشتن. تک فرزند بود ایشون؟ بله. پس یه جوری لوس خانواده بوده و برای همین روش حساس بودن. و من یواشکی از در پشتی دانشگاه میرفتم داخل دانشگاه که فقط ایشون رو ببینم و گاهی اوقات هم فرار میکردیم. یه قسمت بد آموزی داره بقیه یاد نگیرن خیلی بهتره، ولی خب خیلی هم دیگه رو دوست داشتیم. امتحاناتمون تقریبا چون هم رشته ای هم بودیم امتحاناتمون تقریبا با هم بود، خیلی به هم کمک میکردیم. ولی خب به قول معروف قضیه ترکشی که بهتون گفتم باعث شد که من نرم جلو. با اینکه تو هم احساس مثبت پیدا کرده بودی ولی خودداری میکردی از اینکه بری جلو و رابطه جدی ترش کنی. خیلی با خودم کلنجار رفتم، خیلی 1-2 تا با خودم کردم، 2 تا 4 تا کردم و خودم با باباش روبرو شدم. این دفعه گفتم خودم باید تحقیق کنم، خودم زیرا بم زندگیشو در بیارم و با خانوادش که طرف شدم هنوزم که هنوز دلیلشو نمیدونم که بعدها فهمیدم که چرا من مورد تاییدشون نبودم. چرا؟ متاسفانه پدر ایشونا برای پسر رفیقشون در نظر گرفته بودن. نشون کرده بود؟ نه نشون کرده نبوده، توی ذهن پدرشون بله نشون کرده بود، ولی خب توی دنیای واقعی نه. اصلا حتی اون خانم اون پسر نمیشناخت، حتی اصلا اسمش هم به گوشش نخورده بود، ولی خب رفیق پدر ایشون یه مولتی میلیاردر و خب پسرشون هم مسلماً از پدرشون نفع می‌بردن. درست. هنوزم خیلی سخته برام این که بفهمم فقط به خاطر بحث مالی کنار گذاشته شدم. خب اینکه داری میگی از طرف پدرش این اتفاق افتاده بود، خودش بعد از اینکه حالا اون طرف اومد جلو راضی به این امر بود یا نه؟ نه. با اینکه راضی به ازدواج نبود ولی تن داد به این ازدواج اجباری. چاره ای نداشت. بین فاصله ای که من این قضیه رو فهمیدم و خواستگاری برای ایشون اتفاق افتاد تا زمانی که
عقد کردن 3 روز. یعنی زیر یه هفته از خواستگاری تا ازدواج اتفاق افتاد و بله. یعنی یعنی همه حتی برنامه ریزی شده بوده. حتی من مهلت مقابله باهاش رو نداشتم و حتی اگر هم داشتم توانش رو نداشتم، چون با یه مولتی میلیاردر طرف بودم، منی که از بچگی زحمت کشیدم، زور زدم که حد اقل ها رو برای خودم فراهم کنم و 24 ساعت عرق ریختم برای این زندگی که دارم و خب اصلا نمیتونستم خودم رو مقایسه کنم با آدمی که هنوز بعد از 27 سال سنش هنوز پول از باباشو میگیره، حتی کار نمیکنه و خیلی داره بهم سخت میگذره هنوزم. با این توصیفی که داری میکنی بعد از اینکه ایشون ازدواج کرد شما بازم باش ارتباط داشتی یا مثلا اون بخواد پیام بده یا مثلا حال بپرسه؟ متاسفانه خط قرمز من صحبت کردن با زن شوهر داره، اصلا حتی بهش فکر نمی کنم چون میدونم کارمایی خیلی بدی داره، همین بلا سر خود آدم میاد. ولی من خب رابطه من و ایشون دختر خالشون بودن و خب من یه سری خبرها رو از دختر خالشون تا 1 سالی که از رابطمون تموم شده بود و میگذشت یه سری خبرها رو از دختر خالشون داشتم و اون هم به صورت کاملا خاصه نبود، خبرها رو به هم میرسوندن. یعنی ایشون میگفت که اینجوری شده؟ بله. و خبردار شدم که ایشون اسم من رو روی تنها پسرش گذاشته. چه عاشقانه تلخی. بعدش چی شد؟ ادامه این یعنی تو اومدی از اون رابطه شکست خورده بیای بیرون و حالا یکم با حال خودت کنار بیای دوباره وارد یه رابطه شدی که حالا این بار دو طرفه واقعا هم دیگر دوست داشتید و باز بشه دیوار خورد و شکست خورد و بعدش چی شد؟ یعنی اون حال بده بازم برگشت به همون سمت خشم یا نه این دفعه آرومتر و افسرده تر و حالا؟ آروم بودم ولی خب به قول معروف میگن پنجره های دلتنگی شبا باز میشه. شبا تو خودم بودم، شبا تا صبح خوابم نمیبرد، حتی یه مدت هم به خاطرش مریض شدم. 2 شبانه روز بیدار بودم 3-4 ساعت میخوابیدم، دوباره 2 شبانه روز بیدار 3-4 ساعت میخوابیدم و خب داشتم خودم رو نابود میکردم. نه اینکه نخوام وارد رابطه بشم، گذاشته بودم یک دوران نقاهتی بگذره، 1 سالی بگذره تا من آمادگی اینو پیدا کنم که اگر قرار هست نفر بعدی بیاد توی زندگیم بتونم بسازم خودمو و زندگیمو براش. ولی نمیدونستم که این یه مردابیه که هرچی دارم توش دست و پا میزنم بیشتر فرو میرم. تبدیل شدم به منفورترین آدم روی کره زمین به نظر خودم. از چه نظر؟ یکم بازش کن. والا یه ذره از این حال هوا درتون بیارم شدم دامان خوش قدم برای بقیه. جالب شد. اینا اسم یه فیلمی بود فکر کنم ممرزاده بازی کرده بود که در 80 پخش شد اینا. بله. چجوریه؟ داره جالب میشه. والا نمیدونم قضیهش چیه، آیا شانسه آیا چیه که حتی
شاید خندتون بگیره اینه که من به عنوان یه شغل بهش دارم نگاه میکنم که باهاش کسب و کار ایجاد کنم. من والا تو وارد رابطه با هر کی که میشم طرف به یه هفته نخورده شوهر میکنه، یه شوهر خوبی گیرش میاد که حتی من حاضرم تغییر جنسیت بدم و با اون آقا برم ازدواج کنم. ببینید در چه حدیه اون شخص. از کی این اتفاق داره میفته؟ والا تقریبا یه سالی هست. یعنی 1 ساله که سمت هر شخصی که میری ایشون به یه هفته نرسیده بله. یا وارد رابطه عاطفی میشه یا ازدواج میکنه. و خب جالبش اینه که الان در نظر گرفتم که برم یه دفتر بزنم بگم که من 5% از مهریه سکه رو میگیرم، شوهر تضمینی. اونگاه شادمانه تقریبا. و جالبه. اینه میتونی برام مثلا یکشو تعریف کنی با جزئیات دیتیل بیشتر که حالا چرا که نه اتفاقا با یکی از دوستانمون یه شب رفته بودیم بیرون و من به ایشون گوشیه نشون دادم، گفتم که آره من از این خانم خوشم اومده، با تقریبا یه 3-4 روزی هست که با این خانم در ارتباطم و ایشون هم مثل من سینگل هستن و ایشون هم مثل منه دقیقا و با هر کی که میره طرف میره توی رابطه. رفیقم هم گفت خب برات خوشحالم و خیلی هم خوب و فلان و بهمان اینا. ما سفارش غذا دادیم. سفارش غذا که دادم گوشی از توی جیبم نرآوردم، یه نگاه انداختم دیدم پیام برام گذاشته که دارم با یکی آشنا میشم و داره میاد خواستگاری. 2 روز بعد هم نامزد کرد. یعنی اون خانوم شرایطش مثل شما بود. بله. با هر کی میخواست به تو رابطه نمیشد، اون آدم میرفت فلان و جواب بعد بله به من داده بود برای قرار با هم دیگه اوکی بله. بشید و دیگه بله رو من ازش گرفته بودم. بله برای ازدواج و برای رابطه به قول معروف هدفدار. چون من آدم این دیگه نبودم که بخوام بدون آشنایی وارد یه رابطه یعنی بگیر ده. بله متاسفانه ما بگیر از خیلی کم داریم دیده میشیم تو جامعه. ولی این داماد خوش قدمه، فکر کنم حالا برای بقیه هم جذاب باشه و حالا شاید که بعضی باور نکنن که این اتفاق افتاده، ولی حالا میون کلومتون شکر، اگر دوستان خواستن امتحان بکنن کامنت بذارن زیر برنامه‌تون، من حتما در خدمتشونم. دیگه داره میگه دیگه اگه دوستان احیانا مشکل ازدواج داریم وقتتون بسته شده اتفاق خاصی افتاده، ما اینجا یه نفر پیدا کردیم که میاد وای میسه و 2.5% پیش قسط میگیرم و 2.5% هم بعد از اتمام کار. یه هفته چت میکنیم با هم دیگه و به نتیجه در خواهتون میرسه. چیزی که داره میگه دیگه حالا راست و دروغش گردن خودش. و حالا دارین همچنان با همون داماد خوش قدمه جلو میری شما یا کسی دوباره پیدا شده که بخوای باهاش؟ متاسفانه هنوز اون کیسی که به قول معروف نره و بمونه در کنار من و با شرایط و سختی‌هایی که در حال حاضر توی زندگیم پیش اومده و خیلی شرایطم بدتر از قبل شده بخواد با من ادامه بده این زندگی و هنوز پیدا نشد. میدونین مثل من همیشه میگم پیدا کردن پسر خوب یا دختر خوب مثل پیدا کردن یه سوزن تو انبار کاه. ولی خب اگر بلد باشیم و عقلمون کار کنه اینه که یه آهنربا استفاده کنیم. من اون آهنربای درست رو هنوز ندارم و امیدوارم که بتونم اون شخصیه که واقعا لازمش دارم، چون هر کسی توی زندگیش نیاز به همدم داره. حتی اونایی که شکسته عشق خوردن و میگن که من دیگه اون آدم سابق نمیشم، من دیگه نمیدونم
اصلا دلمو به کسی نمیدم، شاید 1 سال اول، شاید 2 سال، شاید 3 سال، ولی آخرش میفهمی که هیچی مثل یه همدم نمیتونه کمکش کنه تو زندگی. به عنوان کلام آخر بخواید صحبتی داشته باشید بالا با هم نسل‌های خودتون، هم جنس‌های خودتون، کسایی که میخوان وارد رابطه بشن، رابطهشون کات شده به هر دلیلی، اگر حالا از تجربه خودت نصیحتی به قول قدیمی میخوای بگی بهشون، چی میگی که حالا رابطهشون بهتر حفظ بشه، یا مثلا اگه توی دورای کات هستن بهتر بتونن دوره رو رد کنن؟ چی داری براشون که بگی؟ من کلا نصیحت نمی کنم، چون خودم آدمی نیستم که نصیحت گوش بدم، ولی یه توصیه به عنوان یه کسی که دردهایی کشیده که شاید تحمل کردنش کار هر کسی نیست، توصیه میکنم که هم دختر خوب توی این جامعه هست، هم پسر خوب، و ما همه رو به یک شکل نبینیم. همه پسرها خیانتکار نیستند، همه دخترها هم خیانتکار نیستند. هستن آدمای خوبی که هنوزه تربیت خانوادگیشون جوری بوده که بشه بهشون اعتماد کرد، بشه بهشون تکیه کرد، چون تکیه کردن فقط برای مرد نیست، گاهی یک مرد میتونه به یک زن تکیه کنه. یعنی با این که 2 بار شکست خوردی توی رابطه عاطفیت و هنوز به نتیجه نرسیدی، بازم در این باوری که دختر خوب وجود داره 100%. هنوز تو زندگیتون نیومده اون آدم. 100%. چون و اون دیدگاهی که داشتی اون بعد شکست عشقی اولت که میگفت من میخوام آدم بشم که به همه زخم بزنم، برام فرق نداره که حالا این کیه، خوبه بده، دیگه اون دیدگاه نداری؟ نه ندارم، دلیلم داره. یعنی به نتیجه رسیدی که اونی که حالا خیانت کرده، تو رو اذیت کرده، ول کرده، رفته یه هر چیز دیگه ای، دلیل نمیشه نفر بعدی تاوان نفر قبلی بده. دلیلش اینه که هنوزم که هنوزه با این که رفته نفر آخر، هنوزم که هنوزه عذاب وجدان دارم سر اینه که توی اوایل آشنایی اشکشو در آوردم. اون فکر کنم بخشیده باشه به خاطر علاقه‌ای که بهت داشت. اون بخشیده، من که خودمو نمیتونم ببخشم. من نمیتونم خودمو ببخشم بابت کاری که باهاش کردم. حداقلش این بود که میتونستم اون مدت که اذیتش کردم به بهترین شکل باهاش باشم، همونطور که تو کل مدت رابطمون بودیم. اینم حرفیه، ولی به نظرم باید از خودت بگذری و گذشت کنی، چون تو هم بالاخره یک دورانی گذرنده بودی که بالاخره راحت نبوده، یک شکست عشقی داشتی که باید ازش گذر میکردی و خب اون اینو درک کرده بوده و خواسته تو رو آروم کنه که تو رو به دست بیاره و تا حدودی تونسته، ولی دیگه زورش از اینجا به بعد نرسیده و الانم اینطوری که داری میگی هنوز دوستت داره و قطعا بابت اون قضیه تو رو بخشیده و دیگه اینجا تو باید خودتو ببخشی و به خودت عذاب وجدان الکی ندی. به نظرم خیلی ممنون که تشریف آوردی به برنامه آن سوی رو. امیدوارم که مخاطبین ما از تجربه شما درس گرفته باشد، حالا توی روابط خودشون ازش استفاده کنند. دوستان، نتیجه‌ای که از این گفتگو میتونیم بگیریم اینه که هر شخصی که توی زندگی ما میاد یا هر اتفاقی که برای ما میفته یک درس یا تجربه‌ای در خودش داره برای ما که ما توی دراز مدت متوجهش میشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.